السلام علیکم اکای حاجی میرزا. زنها بی مشکل کشا میکنند، درست است یا نه؟ من به همه شما یک سخن میگم، همت آگاه باشین برادرای عزیز. من هر یک سخنی که برای شما میگم وای سند دارد، وای دلیل دارد. من از پیش خود هیچ صحبت کرده نمیتوانم، زیرا این صحبت های مرا تمام جمهوری گوش میکند و در هر یک فتوایی که من برای شما میدهم در نزد خدا مسئولم، جوابگرم. لیکن برادرها بسیار شما میپرسیده برای کریم هست، هم برای آدم کلانسال، هم برای کودکوما. مرحمت برادرها، ستا پرسین علی گینای با کدام شهر بگی روان میکنیم، با تویشتن دستافکن میکنیم. برادرها برای پراستاتیت همچنین برای همخوابگی را خوب کردن، مردونگی وقت کردن، ام پیوس اومگی. برادرها برای خراب شدن هم گفته بسیار آدما میپرسیدن. مرحمت برای خراب شدن به دور خوب اومگی فوتزون در روخش نسیگه 8 تا 14 کیلو خراب میکنه. زن در کارش بسیار آدما میپرسیدن. مرحمت اریجینال شای مهلت خوابگی را ای 20 تا 45 دقیقه دراز میتونه. انچین آوردیم یک پچکش پریمیر تو 15 کیلوگرم 20 میتیا. شخصانی که خواهش گذاشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند، برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است. با ماشین‌های مخصوص و راننده زن میباشد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید، برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. الحمدلله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وحجته على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما پدران عزیز، برادران عزیز و تمام آن کسانی که صدای ما را در این اطراف میشنوند و علل خصوص این مهمان هایی که خیلی زیاد در مسجد ما و شما حضور دارند، همه شما را برای این عبادت الله خوش آمدید میگویم و یک جایه با شما دعا میکنیم که خدای مهربان این قدم هایی که ما و شما در این راه خدا گذاشتیم، این قدم های ما و شما را خداوند پرفیض و پربرکات بگرداند و پیوسته خدای مهربان این قدم های ما را فقط در راه پیش رفتن اسلامش قدم گذاشتن را برای ما موفق بگرداند و قدم های ما را خداوند در راه الله مستحکم بگرداند و آن آرزو و امیدهایی که در دل این بندگان تو هست پروردگارا همه آرزوهای این بندگان خود برآورده بگردانی و خدایا صف مسلمان ها را در روی دنیا باز هم زیادتر بگردانی و تمام آن دشمنانی که برای برباد دادن پیشروی اسلام نقشه ها دارند خدایا خودی آنها را در نقشه هاشان گرفتار بگردانی و خدایا این جمهوری ما را پرفیض و پربرکات و آباد بگردانی و سردار دولت ما را خدای مهربان عمر دراز و تنی صحت و توفیق با رفیق نصیبش بگردانی. آمین یا رب العالمین.
الحمدلله که 3 جمعه ما و شما در اطراف یک بیماری خیلی بد، یک خصلت خیلی ناپسند که این تکبری بود، الحمدلله که صحبت کردیم و بس شما وعده دادم که این جمعه از بس که خیلی سوالهای زیاد برای انتظار جواب هستند، سوال و جواب میکنیم و از همه برادرها خواهش کردیم که دیگر سوال ننویسند، زیرا اونقدر سوالی هست که شاید در 3 جمعه هم ما آنها را جواب گفته نتوانیم. در آخر فقط در باب کبر این را گفتنی هستم که یکی از همنشین‌های پیغمبر خدا حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص بود. حضرت میگوید که لم یکن رسول الله صلی الله علیه و سلم فاحشا ولا متفحشا. پیغمبر شما، معلم شما هیچگاه بدگفتار و بدرفتار و تکبری نداشتند. حضرت عبدالله ابن عمرو حکایه میکند حیات پیغمبر ده همراهش بودم، در هر جای با او نشست داشتم، لیکن گاه از زبان او سخن درشت را نشنیدم. گاه از خصلت‌های پیغمبر خصلت‌های ناجا ندیدم. هیچگاه خصلت‌هایی که دل مردم آزار میدادگی باشد از پیغمبر خدا رخ نداد گفت. باید امتهای او هم، باید ما و شما هم پیرو همان معلم باشیم، خصلت‌های خوب انسانی داشته باشیم. زیرا پیغمبر خدا میگوید ان احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم اخلاقا. دوست داشته ترین امت به سوی من، نزدیکترین امت به سوی من در روز قیامت همان امتانی هستند که فعل خوب دارند، رفتار خوب دارند، گفتارشان خوب است، کبر در وجود اونها خانه ندارد. حبیب خدا گفتن بهترین امتی من انا همان امتی هست که در وجود او کبر نباشد، بلکه بهترین خصلت باید که امتی من دارا باشد. باید که هر یک امت پیغمبر از این کسلی، از این بیماری خیلی بد که کبر هست باید خالی باشد، تا که برای همه ما و شما معلوم شد که فقط کبر لایق پروردگار است و خلاص. دیگر بر هیچ کس ارزنده نیست که انسان تکبری کند. حبیب خدا میگوید ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامه من حسن الخلق. روز قیامت گفتند آگاه باشید که ترازوی اعمال گذاشته می شود، همان ترازویی که امروز در نزد سوداگرها وجود دارد که در یک پله او سنگها را میگذارند، در یک پله او آن چیزی که ما خریداری میکنیم میگذارند. روز قیامت پیغمبر خدا ان همین گونه ترازو را گفت در بین همون تمام مردم خداوند برقرار میکند. اون ترازو خیلی ترازوی کلانی هست و در آن روز پیغمبر خدا گفت عملهای شما را خداوند وزن میکند، وزن میکند. یعنی در جای آن سنگها و در جای آن مواد خوراکه چه ها گذاشته می شود؟ کردارهای نیک و کردارهای بد. چگونه اگر ما از شما سوره قارعه اگر نظر کنیم، خدا میگوید فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هی نار حامیه. روز قیامت پروردگار خبر میدهد که ترازوی اعمال گذاشته می شود.
خوش به حال آن بنده ای که فاما من ثقلت موازینه، اگر نیکیهاش وزنین آید. در یک پله ترازو نیکیها را گذاشت، در یک پله ترازو من بدیها ما نگذاشت، تکبری ها ما نگذاشت، بینمازی ها و بدرفتاری ها ما نگذاشتن. خدا میگه خوش به حال همان بنده ای که همین پله ای که نیکی ها دارد و وزنین آید، فهو فی عیشت راضیه، و در جنت است بعد کشیدن این اعمال. لکن در دوام چی گفت؟ و اما من خفت موازینه، اگر کسی را که ثوابهایش سبک آمد، فهو، و در کجاست؟ و اما من خفت موازینه فامه هاویه، خدا گفت مادری وی حامیه هست، حاویه هست. و ما ادراک ما هیه، چی چیز ترا درک کرد چیست حاویه؟ خدا میگوید نار حامیه، همون آتشی سوزان برای آن کسی هست که اگر کردارهای نیکش سبک آید. انا همان روز قیامت کردارهای نیکی ما و شما را وزن میکردن، نیک و بدی ما را. پیغمبر خدا گفتند در همان روز از همه دیده کدام کردار شما وزنین تر است، سنگین تر است؟ من حسن الخلق، بهترینش گفت همون است که انسانی که فعل خوب دارد، رفتار خوب داشته باشد، در دنیا کسی را آزار دادگی نباشد، همه وقت از کبر خالی باشد. این در روز قیامت گفت نجات یافتگی هست. شاعر میگه هر کس که دلی بنده ناشاد کند، هر کس که دلی بنده ناشاد کند، جبر و ستم و جفا و بیداد کند، در حالت مرگ و وقتی جان کندن او، با درد و عذاب داد و فریاد کند. هر کسی در دنیا اگر تکبری میکند، هر کسی در دنیا از روی منصب و مالداری و شرفی که دارد بنده های خدا را حقیر میشمارد و این کبر در وجود خود راه میدهد، اینها روزی حالت مرگشان، حالت جان دادنشان خیلی مشکل است میگوید. از این خاطر باید که از این رفتار رذیله تمام شما و تمام آن کسانی که البته بسیارتر تکبری از همون کلانزاده ها می شود. تکبری را آدم فقیر کمش تکبری دارد. حتی حبیب خدا هم گفتند لعنت الله باد به سه طایفه که یک تش کی است؟ یک تش فقیری که تکبری میکند، کمبغلی که اگر تکبری داشته باشد در اینها هم لعنت آمدگی هست. لیکن بسیارتر تکبری را همان نفرهای میکنند که امروز مالدار هستند، امروز دستی بالا دارند، یا گویم حتی از صنف همین آدمهای دینی هم تکبری رخ میدهد. همان عالمهای کلان و بعض ایشان و شیخزاده های کلانی که هستند، شاید که از روی همین شرفی که خدا به آنها داده است در وجودشان تکبری میکنند و مردم حقیر میشمارند، مردم هیچ میشمارند. این هم یکی از نوع کبر هست. یعنی از اینها باید که تمام بندگان خدا باید که خالی باشد. یک حکایه را حضرت مولوی جنونی در معدن حالش میارد که برای آدمای تکبر خیلی یک درسی عبرتی هست. و میفرماید چنین گفت آن فضیل هادی را به کوها امر شد از ذات الله، که بر روی یک کوه شمایان بگویم راز با موسی عمران. تمنا کرد هر کوی سرافراز که در بالای من ایزید کند راز. غروری کرد و بر خود زود و بالید که خود را او بزرگ و سرفراز دید. میگوید با کوها امر شد که در بالای یکی از کوههای شما من با حضرت موسی ابن عمران صحبت میکنم. چگونه که خداوند در قرآن هم یاد میکند و کلم الله موسی تکلیما،
ما با موسی صحبت داشتیم در بالای کوه تور و تمام کوههایی که در اطراف این کوه تور بود که خیلی قوله های بلند داشتن، خدا امر کرد که در بالای یکی از کوههای شما من حضرت موسی را میبرارم، با او صحبت میکنم. هر کوههایی که قوله های بلند داشتن آنها گفتن البته ما بلندی در بلند هستیم، البته به البته حضرت موسی بالای ما میبراید و با ما صحبت میکند. مگر بر خود فروش و طور سینا. حضرت مولوی میگوید که حضرت کوه طور که خیلی خرد بود، نظر به این کوههای سرفراز و این سربلند که خیلی خرد که بود، و چیکار کرد؟ نیم لایق براز حق تعالی. گفت من لایقم ندارم که بالای من حضرت موسی براید و خداوند در بالای من با حضرت موسی صحبت کند. اینقدر کوههای بلند ماندگی نخواد که حضرت موسی در بالای من آمده و خدا با او در این بالای من صحبت کند. یعنی خودش خیلی چیکار کرد؟ پس شمارید، خیلی خودش را حقیر گرفت، یعنی خاکساری خودش نشان داد. حضرت مولوی میگوید زی پستی دید اون نور تجلی، منور شد زی نور حق تعالی. حضرت میگوید مادامی که وای خودش که پس گرفت، خیلی خودش حقیر که شمارید، خداوند همه حالت در آدم خاکسار و آدم عادی را دوست می‌دارد. در حال حضرت موسی را امر کرد بالای کوه طور برآورد. این کوههایی که قوله‌های خیلی بلند داشتند آنها را یک طرف گذاشتن و بالای کوه طور برآمد. حضرت موسی با پروردگار راز گفت. از این خاطر اگر شهرت طمع داری، رفیقی بید مجنون شو. شاعر میگوید میخوای که شهرت در روی دنیا بلند شود، اگر شهرت طمع داری، رفیقی بید مجنون شو که او هر چند بالا میرود سر بر زمین دارد. میگوید شما اگر خواهید خاکساری را یاد گیرید، رفیقی بید مجنون شو. همین مجنون بید بینید، اگر نوده های او را راست کنید چند قدر بلند است، لیکن هر چی بالا می رود باز همون نوده هاش به طرف پایان مایل هستند. هر کسی می خواهد که شهرت پیدا کنند میگوید با همین بید مجنون برای او درس است. الحال میگذاریم به سوال ها که خیلی سوال های زیاد است. برای شما انشاءالله جواب های اینها را خبر میدهم. السلام علیکم حاجی محترم، من یک نفر مخلص دائمی شما. من به شما سؤال دارم و از شما التماس دارم که با سؤال من خود همین جمعه جواب گردانید. در ناحیه واسع زنی هست که دائم در اطاعت خدا است و میگوید که گویا در خانه‌اش فرشته ها از جمله بیبی فاطمه زهرا و بیبی عایشه صدیقه فرآمدند. وقتی که آدمان زیارت می روند در وقت سجده گویا نور به چشم آنها نمایان می شده باشد. وقتی که من رفتم در یک خانه پرده هست و در پس آن پرده کرپچه ها انداختند و می گویند که آنها در همین کرپچه ها نشستند. نه اما دروغ هستند. حضرت بیبی فاطمه زهرا و بیبی عایشه صدیقه اولا از جمله فرشته ها نیست. اینا از جمله فرشته ها نیستند، اینا از جنس آدمند. این دختر پیغمبر و زن پیغمبر است. فاطمهش دختر پیغمبر، عایشه صدیقهش زن پیغمبری خداست. از این خاطر با این نوع زنهایی که این گونه دعواها دارند شما هیچگاه نزدیک نشوین. الحمدلله که امروز خیلی فهمیش شما بلند شدگی است. اگر باز به همین فهمیشاتون شما رفتن نزد همین خیل زنهایی که اینا جین دارن، اینا جینوره هستن، اینا بیمارن، یعنی جین خودش را در همه صورت در آورده میتواند مگر در صورت حبیب خدا در آورده نمیتواند. و این زنم از کجا میداند بیبی فاطمه زهرا چگونه صورت داشت، بیبی عایشه صدیقه چگونه صورت داشت؟
این جنها خودشون در همه صورت می‌درارن، آدم گمراه میکنن. از این خاطر پیش اینها نروید. اینا تبابت هم کردن میتوانند و با این طریق تبابت کردن هم شریعت ما و شما حرام میداند. ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم. خداوند در آن چیزی که حرام است در او شفا گذاشتگی نیست. از این خاطر الحمدلله امروز اینقدر طبیب‌های ما وجود دارد. امروز در بین ما و شما اینقدر دعاخوان‌هایی که از قرآن دعا می‌خوانند، رقیه ها می‌خوانند. از اون جمله این دعاگوی مسجد ما و شما مولانا وجود دارد و دیگر برادرها اینجا وجود دارند که از قرآن با قرآن انسان تبابت میکنند. اینها را باور نکنین، نزد اینها نروین، زیرا گناهگار میشوین و همان غیرت مردی شما باور که از بین دور میشود. اینم نوعی از همون حاجت طلب کردن از مزارهاست، مثل همونها هست. چگونه مردم امروز گمراه کردن که بعضی از پیشواهای ما و شما گویا که این مزارها را میبینن و مزارها با اونا صحبت دارن. اون جن هستن، همش بیچاره گمراه میشود. نروید پیش اینها. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، زنها بی مشکل کشا میکنند، درست است یا نه؟ من به همه شما یک سخن میگم، همت آگاه باشین برادرای عزیز. من هر یک سخنی که برای شما میگم وای سند دارد، وای دلیل دارد. من از پیش خود هیچ صحبت کردن نمیتوانم، زیرا این صحبت های مرا تمام جمهوری گوش میکند و در هر یک فتوایی که من برای شما میدهم من در نزد خدا مسئولم، جوابگرم. شاید که من از شما دیده از خدا بیشتر ترسم، شاید. از این خاطر من آن چیزی که میگویم فقط برای آبادی اسلام است، برای پیشرو اسلام است، برای بیدار کردن شما است. از این خاطر فقط و فقط مدد از الله پرسید خلاص. نه پیش مشکل کشا روید، نه پیش مزارها روید، نه پیش فلانی روید. هیچ کدام اینها، قدرت اینها هیچگاه به قدرت الله برابر شدن نمیتواند. خداوند میگوید من انسان ضعیف آفریدم. انسان ضعیف است خودش. این زنهایی که مشکل کشا میکنند، آخه مشکل کشا فقط پروردگار است و خلاص، دیگر هیچ کس مشکل ما را کشادن نمیتواند. به خدا قسم آنقدر مهر و اعتقادی که شما به همان مشکل کشاها دارین، به همان مزارهایی که دارین، اگر یک نصفی همو را به خدا قسم به الله ببند، همه مشکلاتی تو کشاده می شود. تو یک شب خیز از تحت دل 2 رکعت نماز خوان، یک ساعتی 3 یا 4 شب برای خودت اختیار کن. چه مشکلاتی که داری همه پرابلمات پیش پروردگار ده حواله کن. بگو ای پروردگارا، خود گفتی نحن اقرب الیکم من حبل الورید، من از رگ گردن دیده به شما نزدیک هستم. مادامی که با ما نزدیک باشید، من راز دارم، من پیشنهاد دارم. ای پروردگار همین پیشنهادهای مرا حل کن. کنی بین همون مشکلاتی تو حل می شود یا نمی شود؟ کنی یک تجربه گذرانیم. ما هر چی یافتیم از یاردم الله یافتیم و هیچ کس تکیه نکردیم. همه اینا باطل هستند. نه مشکل کشا رویم، از هیچ کس مدد طلب نکنین، فقط از الله مدد کنین. من مزارها میگم، اینجا برادران نویساندن که حاجی اینقدر مردم از تو ناراضی شده. میلش دنیا ناراضی شود، خدا از من راضی است، پیغمبر از من راضی است. این منبر جایی هست که باید هم از من راضی نباشه. از این خاطر وقتی من مزار میگویم، مزارها را درست زیارت کنید. برادرای عزیز، من چندین بار گفتم به شما، ما حضرت امیرجان را دوست می‌داریم، حضرت سلطان ویس قرنی را دوست می‌داریم. ما خاک پای اونها نمیشیم. ما مثل اونها در اسلام تا حال خدمت نکردیم، لیکن درست زیارت کنید. میهمانا در همینجا حضور دارن، از راحتی آمدن. 20 نفر زیاد هستن، از دیروز همراه ما هستن. خود همینا حکایت کردن، حاجی مرزا نمیگه.
اینا حکایت کردن زنی را دیدیم، دو زن با سری لوچ دیوالهای حضرت امیرجان را در دیده هاشان میمالن و بوسه میکنند. آیا همین جایز است؟ همین درست است؟ خطان بها دهید. همون کسانی که از پس ما سخن میکنین، گپ میکنین، خطان آیا همین رفتن زن به مزار خودش درست است؟ آیا سری لوچ به پیش حضرت امیرجان رفتن درست است؟ خودتان حکم کنید. و فقط شما در یک صحبت حاجی میرزا شدگی نیستین، هزارها داملا را در صحبت شستگی هستین، شاید از زبان اونها هم شنیده باشین. انشاءالله حضرت امیرجان از ما به نهایت راضی هست، به نهایت راضی هست که ما مردم به راه درست دعوت داریم. برادرای عزیز، باز میگویم خیر احسانتان فقط و فقط برای برادرت کن، برای پدرت کن، برای مادرت کن، برای همسایه های فقیرت کن. امروز حضرت مولانا در دوشنبه ای میاسکم بیند دزیا در اونجا گوسفند میکشن. همین درست است؟ همین میاسکم بینتی که میگویه مثل همون مزار گوسفند کشی ندارد. در کدام جای کتاب هست؟ دوم، زنهایی که فرزندهای خود را میمکانند غسل میکنند یا برای نماز طهارت. مکاندن کودک این نه واجب غسل می شود نه شکننده های طهارت است. کودک که اگر طهارت داشته باشه و کودک شکی مکان باید طهارتش نمی شکند یا برای او غسل واجب نمی شود. نمازش خواندن میگیرد با همون طهارتش. شاید کسی یگان نافهمی داشته باشد که شاید که با مکاندن کودک یعنی فکر کنه که طهارت می شکسته باشد یا غسل واجب می شده باشد. نه، اینها رخ نمی دهد. السلام علیکم داملای عزیز حاجی میرزا. ما یک گروه سوداگران از دوشنبه بازار سلطان کبیر التماس در حق ما دعا کنید که بنده های گناهگاریم و از گناه های خود پشیمان هستیم و در آخر خداوند ما و شما را از ایمان خارج نکند. در حق ما دعای نیک کنید. این برادرای سلطان کبیر هم خدا برکت دهد. اکثریت سوداگرهاش برای همین آبادی مسجد ما این یک مبلغی هم روان کردند و دست برادر اکی حاجی آدینه و با نزدیکی هم یک سفر در دوشنبه داشتیم که یک مبلغی کلان از حساب مسجد قرضدار بودیم. الحمدلله که اونجا برادرهای یافت شد. برادرمان حاجی عارف و برادرمان قابل جان، برادرمان علی شیر، برادر دیگرمان اکی خلیل، اینها همکاری کردند و این قرض البته ما کندیم. یک جا در حق همه اینها دعا کنیم که خدای مهربان دولتشان زیاده بگرداند، گناهاشون خدای مهربان مغفرت بگرداند و به تمام آرزوهای نیک دنیوی اخروی خدای مهربان موفقشان بگرداند. آمین یا رب العالمین.